شرک تلفنی. از آمریکا زنگ میزده بنده خدا، میگفته گوشی تلفن به طرف قبر مطهر حضرت رضا بگیر. حالا ببینید این ارادت سریع بریم حالا میشناسم من برم جد خانه دارم یا امام رضا خواهد کمک میکنه یا حضرت رضا. خیلی ممنون. انشالله که امام رضا مریضتون شفا خیلی بده. ممنون. میشه گوشی بگیریم رو کن واسه امام رضا؟ میخوام با الان صحبت کنیم. کجا تماس میگیریم؟ گوشی واسه کنم داخل حرم. با امام رضا صحبت بشین. سلامت یا علی ابن موسی رضا، تو به حق جوادت از راه دور باید تماس بگیر. سلامم جواب بده آقا، دردایی که تو دلم و خودت میدونی چیه اونا رو برآورده کن یا علی ابن موسی رضا. هر کی هر مراد و مطلبی داره، هر آرزویی که داره و هر شوقی که به سوی تو پرواز میکنه، یا امام رضا خودت حاجتشو برآورده کن. السلام علیکم یا امام رضا. آقا امام رضا کمک میخوام، خیلی دلم میاد سیام سمت سیام خونت آقا، اما نتونستم. جان جواد یا امام رضا بچه یا امام رضا بچه یا قریب الغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. به طور قطع کسانی که جز الله میخوانید و عبادتشان میکنید بندگانی مانند خود شما هستند. پس اگر راست میگویید آنان را بخوانید و آنان هم شما را اجابت کنند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. و آنان که جز الله به فریاد میخوانید مالک پوست نازک هسته خرما نیز نیستند. اگر آنان را بخوانید دعا و خواسته شما را نمیشنوند و اگر بشنوند پاسختان را نمیدهند و روز قیامت شرک شما را انکار میکنند و هیچ کس مانند پروردگار دانا تو را از حقایق و فرجام امور با خبر نمیسازد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ای مردم، مثالی بیان می شود پس به آن گوش بسپارید. بیگمان معبودانی که به جای الله می خوانید هرگز نمی توانند مگسی بیافرینند، هرچند برای آفریدن مگس همه آنان نیز جمع شوند و اگر مگس چیزی از آنان برباید نمی توانند آن را از او پس بگیرند. عبادتگزاران و معبودان باطل همه ضعیف و ناتوانند. الله را آنگونه که شایسته شناخت و تعظیمش بود نشناختند و تعظیم نکردند. بیگمان الله توانای چیره و شکست ناپذیر است. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة
وهم عن دعائهم غافلون. بگو آیا به معبودانی که جز الله میخوانید توجه کرده اید؟ نشانم دهید چه چیزی از زمین را آفریده اند و آیا در آفرینش آسمان ها مشارکتی داشته اند؟ اگر راست میگویید کتابی که پیش از این نازل شده یا اثری از دانش پیامبران پیشین برایم بیاورید که ادعای شما را تایید کند و هیچ کس گمراه تر از کسی نیست که کسانی جز الله را به فریاد میخواند که تا روز قیامت نیز درخواستش را پاسخ نمیگویند و آنان یعنی معبودان باطل از دعا و درخواست ایشان بیخبرند.